حرکت زمین کند میشه، خورشید فرصت پیدا نمیکنه که از مشرق غروب بکنه. به مرور زمان شاید حرکت زمین کند بشه و خیلی مسائل دیگه. و خورشید از علامات بزرگ قیامت پشت سر هم میاد. یکیش مسیح دجاله، شر محض، بزرگترین شر است که دنیا و مردم دنیا رو تهدید میکنه. یکیش یعجوج و معجوجه. یکی دابت الارض، یک حیوان بزرگی از کوه صفا در میاد و همه مردم رو میمیسه، کسی نمیتونه اونو بکشه و با همه مردم تماس میگیره. تو پیشانیش نوشته میشه کافر یا مسلمان. سبحان الله. حیوان عظیم الجثی از کوه صفا در میاد. سر یه سفره نشستن، تو پیشانی پدر نوشته کافر، تو پیشانی مادر نوشته مؤمن مسلمان. دختر و پسر و عروس و داماد و نوه و همه سر سفره نشستن تو پیشانی، چون حق میشه، چون در توبه دیگه بسته شده. قیامت دنیا داره جمع میشه، قیامت داره برپا میشه. و یکی از علامات بزرگ این که خورشید دیگه از مغرب طلوع بکنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند بدترین شری و خطرناکترین شری که امت منو تهدید میکنه دجاله. زنده است. یعجوج و معجوج زنده هستن. کجا هستن؟ ذوالقرنین سدی رو بنا کرده، هر روز یه شکافی تو سد ایجاد کردن و نزدیکی که چه حتی خود پیامبر صلی الله علیه و سلم یکی از علامات قیامت بوده. 1400 سال پیش، 400 خورده سال پیش پیامبر که مبعوث شد، خود پیامبر جز علامات نزدیک شدن قیامته. ولی الان 1000 خورده سال گذشته. میگه اگر اون روزی که دجال مطرح میشه میاد بیرون و کل دنیا میره با همه مردم صحبت میکنه، 40 روز در دنیا میمونه، سرعتش مثل سرعت ابر که باد پشتشه، با همه مردم تماس میگیره، میگه من خدام، قدرت نمایی میکنه، به زمین میگه هرچی درخت داری بوته داری برویان، به آسمان میگه ببار میباره، آدم میکشه از وسط دونس میکنه، دوباره زنده میکنه. فتنه است، تو یک دستش بهشت و تو یک دستش جهنمه. ولی اون دروغگوست یک چشم بیشتر نداره، یک چشم دیگهش گوشته. مسیح دجال تو هر شهر و روستا و کشوری و ملکی میره، به جز در مکه و مدینه نمیتونه وارد بشه. در اون روز فرشتگان شمشیر به دست از مکه و مدینه حراست میکنن، اگر یک قدم نزدیک بشه تکه تکش میکنن، بر کوه بلندی خیمه میزنه در اطراف مدینه و هرچی منافقین در مدینه صدا میزنه بیای بیرون پیش من، طرفداران من بیاد پیش من. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگر من زنده بودم از امتم دفاع میکنم، اما اگر در زمانی غیر از زمان من ظهور کرد، این اوصافشه، کنی بهش نخورید. بیشتر طرفدارانش یهودن و سرمایه‌داران و زنها. بزرگترین فتنه از شرقه، پیامبر اشاره کرده، و این دجاله. این اوصافشه.